تمام کسایی که در نصاب افغانستان، هیئت نصاب افغانستان کلش از غرب آمده. دانشمندا و کسایی بودن که در معارف افغانستان خوب سابقه دار بودن، هم از لحاظ متدولوژی و هم از لحاظ پداگوژی و هم از اساسات معارف آگاهی کامل داشتن. چون مفکوره غربی نداشتن، اندیشه و ذهنیت غربی نداشتن، اونا را در مکانیزم ساختاری نصاب افغانستان سهیم نمی‌کردند. خدا شاهد است که در طول 20 سال آنچه که ظاهراً میگفتند که ما بازسازی معارف میکنیم، عملاً معارف از بین میبردن. حکومت غربی‌ها که در افغانستان آمدن از اون وقت بسته بود. شما در کدام مکتب دولتی میرفتین میدیدین که یک طفلی که در مکتب از صنف اول تا صنف 12 خوانده و با سواد فارغ شده. این زهرایی که میخواستند که از طریق معارف در افکار مردم افغانستان یعنی دانه پوشی شود و تزریق شود، این را به یاد داشته باشند که غربی‌ها چه اهداف شومی داشتند.